السلام علیکم واعظی راه خدا محترم حاجی میرزا، از شما یک سوال دارم، التماس حقیقتش را به ما فهمانید. سوال چنین است: ملا امام مسجد محله ما چنان فتوا داده است که اگر مرد با دختر عاشق شود، اگر رازگی این هر دو و والدینشان باشد، با شاهد دو شخص به نکاح می توانند که خانه‌داری کنند. جوابش را انتظاریم. در آخر در حق ما جوانان دعا کنید که خداوند ما را به راه راست هدایت کند. برای ما خلق نادان و ساده تو کردی بازار علم را کشاده، بکردی ما را امروز مست و مدهوش در راه عشق الله همچون باده. خدا نگهبانتان باد. یعنی این برادر عزیز، هر یک ملایی که برای شما چی فتوایی که میدهد، امروز الحمدلله پیشرفت علم بینین، از ملاهاتان پرسین از کجا تو همین صحبت کردی، همین فتوایی که بر من دادی دلیل دارد یا ندارد؟ دارد دلیل. از بابا شنیدی؟ من بابای تو را قبول ندارم. ای محمد شنیدی؟ فتوات از خودت، فتوات از امام محمد. امروز الحمدلله قرآن است، امروز احادیث های پیغمبر است، امروز داملاهای زنده هست. از اونها میپرسم، حقیقتش میپرسم. از این خاطر هر یک مسئله که برای شما میبراید، شما خودتان امروز عالم ها را میشناسین. کی از عالم؟ آنها را مراجعت کنید. از این خاطر رازگی پدر و مادرم شرط است. اگرچند که خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را در نبودن پدر و مادرم نکاح را صحیح گفتند، لیکن بعضی از شاگردهای او به باطل بودن این نکاح هم فتوا دادگی هستند. از این خاطر حضور پدر و مادر این فیض نکاح را نشان میدهد. حضور خیش و تبارش این با برکات بودن نکاح را نشان میدهد. وقتی پدر و مادر دست میبردارد و برای بخت سفید دخترش دعا میکند، میدانید این چقدر قیمت دارد. از این خاطر پدر و مادر راضی باشند، دختر و این جوان هر دو راضی باشند، باز دو شاهد دیگر وجود داشته باشد، این حالت در داملا در همونجا حضور دارد و اینجا چیکار میکند؟ پیشنهاد میکند به این دختر برای تسلیم کردن نفسش و به این جوان پیشنهاد میکند برای قبول کردن این نفس تسلیم کرده این دختر. این حالت در چی میشود؟ نکاح آنها صحیح میشود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یعقوب ساکن دهه لواوی ناحیه کولاب در شهر دوشنبه در بازار کاروان و تجارت مشغول هستم. از شما خواهش دارم که یک دادرم در زاهدان ایران تحصیل میکند، طالب علم هستند و مادر دارم که مریض هستند. التماس در حق آنها و اهل عائله ما دعای خیر کنید. خداوند شما را نگهبان باشد. خدای مهربان این مادر که این برادر دیروز یک صدقه هم آوردگی بودند، خدای مهربان این مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و این جوانی که تحصیل علم دارد، خدا علم لدون، ذهن ذکی، علم نافع، علمی که برای فایده اسلام باشد، خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، خدا را هزارها حمد و ستایش میکنم که از چندین کارهای ناروا باز ایستاده ام. اول و آخر فضل خداست، بعدا صحبتهای شیرین و دلچسب شماست. من تاجرم در سلطان کبیر، با 2 سوال مراجعت کردنیم و با شما اخلاص زیاد دارم. اگر تمام عالمهای تاجیکستان فتوا دهند، من از آنچه شما میگوید او را قبول دارم، از حساب اخلاصی به شمارم. داملای عزیز، در باب فضیلت طهارت چیزی میگفتی؟ البته در باب فضیلت طهارت خیلی حدیث های زیاد از پیغمبر خدا وارد شده است. در یک حدیث پیغمبر خدا میگوید: من توضأ فاحسن الوضوء خرج خطایاه من جسده
حتی من تحت اظفاره. هر وقتایی که امتان من طهارت میکنند از تمام جسد او آن خطاهایی که کردن همش میریزند، مثل آبی که ریخته میشود، حتی که از زیر ناخنهاشان همان خطاهایی که کردن همش میریزند. اینم از طهارت. ان امتی یدعون، خدا گفت در روز قیامت امتان من خوانده میشوند. وقتی امتان من دعوت کرده میشوند آنها غرا محجلین، آن موضع هایی که طهارت کردن آنها جلا میدهند، آنها روشنی میکنند، مثل طلا چگونه که روشنی میدهد چشم انسان خیره میکند، انا همین بندهای دست ما و شما، چهره های ما و شما، پیشانی و پایهای ما و شما روشنی میکرده است. پیغمبر خدا میشناخت است که همین از امتی من است، من آثار الوضوء. پیغمبر خدا گفت این جلا، این روشنی از کجا پیدا شد؟ این از تأثیر همون آب طهارت است. از این خاطر پیوسته با طهارت بودن، بعضی عزیزان ما و شما گفتن این نشانه کلمه شهادت گفتن است. یعنی اگر ما و شما با طهارت باشیم، مبادا که یکی ناگهان اجل به سر ما و شما آمد، در نزد خدا ما و شما در نفرهای نویسانده می شویم که همچنان کلمه شهادتش گفتگی هست. این درجاتی هست که برای آدمانی که صاحب طهارت هستند. حتی یک حدیثی هست در صحیح بودنش خدا داناست، زیرا که من روایتش نیافتم، میگن من نام علی الوضوء کان صلاته. هر وقتایی که اگر یک انسان با طهارت خواب کرد، میگه نفسه تسبیح، نفسش تسبیح است، فراشه مسجد، همون جایگاه خوابه که 5 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت خواب میکند، در نزد خداوند نویسانده میشود که همین بنده در مسجد نشسته است. فراشه مسجد. نومه صلات، چند ساعتی که خواب میکنی، ممکن 7 ساعت خواب کنی، در نزد خدا نویسانده میشود که همین انسان 7 ساعت به سوی پروردگار نماز خواند. کسی که اگر با طهارت خواب میکند. خوش به حال همون برادرایی که پیوسته با طهارت هستند. این طهارت کردن خاصه نماز نیست، شما دائمی میتوانید که با طهارت باشید. هر شب پیش از خواب کردنتان حتمی طهارت کنید، خواب کنید. حتی همین فضل طهارت شما را از آسیب جن هم خدا نگاه می‌دارد. از هر از ضررهایی که به سر شما می آمدگی باشد، همین فضیلت طهارت شما را چکار میکند؟ نگاه می‌دارد. دوم سوال کردن داملای عزیز، من از شما شنیدم که اگر بالای کرپچه نماز خوانی درست است، ولی از بعضی ملاها شنیدم که باز میگن نادرست است. در تحیر ماندم. من گفتم، پیش گفتم، هر یک دامه که یک فتوا را که داد حجت چه پرسین؟ گویم برای چی بالای کرپچه نادرست است نماز خواندن؟ چرا؟ سببش در چیست؟ سوال داشته است. برای همین مادام من برای شما میگم بالای کرپچه درست است، نمازتان نخوانین. فقط همین جایی که سجده میکنین سخت باشد، انا همینش خوبتر و بهتر است. و بالای کرپچه هر چی ملایم هم که باشد خواندن گیرین، نماز شما را خدا قبول میکند. مخور صاحب فریب فضل عمامه زاهی، خدا رحمت کند محمد صاحب ایرانی را که یک کلیاتش در نزد من است. او چی میگوید؟ وایم بیچاره از دسته همین بعضی ملاهای سلا کلان چیکار کردن؟ خیلی مانده شدن، دیدن که فقط سله دارد کله ندارد. و چی گفتن؟ گفتن مخور صاحب فریب فضل زاهید، همون فضل همون سله کته بدنی او دا گفتن فریب نخو که در گنبد به مغزی صدا بسیار میپیچد. همون گنبد نگاه که گفت هیچی مغز ندارد، ها بگو 10 بار ها 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 از داخلش آواز آمدن میگیرد. اون کله اونها گفت مثل همون گنبد است. گفت از خدا ترسیدن در کار. من افتا بغیر
بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر خدا میگه کسی به علم فتوا میدهد ضرر فتوا در گردنش است. اینقدر خودت گناهگار هستی، اینقدر سهو داری، باز اینقدر گناه مردم ها گردن خود بار کردن چه حاجت است؟ السلام علیکم بابای حاجی، ما یک گروه از شهر دوشنبه از دهه موینکه مخلص شما، از شما خواهش داریم به مسجد ما تشریف آورید و در آخر در حق ما دعای خیر کنید. خدای مهربان دهه شما را پر فیض و پر برکات کند و باز اخلاص شما را نسبت اسلام و نسبت قرآن زیادتر بگرداند و خداوند شما را از همه آسیب‌های دنیوی و اخروی نجات دهد. آمین یا رب العالمین. من ندانم این موینکش در کجایی که مسجد شما روان. آره همین خیلی که خداوند نصیب کرده باشد و اگر یافتیم و یکی شرایط هامان کشید انشاءالله خیر زنده و سلامت باشه میاییم. آیا درست است که السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، آیا درست است که زن در خانه تنها باشد و مهمانی که به خانه آید و زن اقلا برای جواب دادن مهمانان در را نگشاید و از پس در جواب گرداند و از هدیه های آورده مهمان را نگیرد؟ یعنی وقتی که اگر مهمان خانه کدام از ما و شما می آید، اگر مرد در اون خانه، گفته بودم که برادرای عزیز در خانه که مرد نیست، و این حدیث پیغمبر خدا بود که وقتی تو تنها اون خانه می روی با این زنی خاندار سیوم شما شیطان می شود. از این خاطر بهترین صورت شمین است که شما در این خیل خانه ها ندارید، زیرا اگر هرچی شما حلال پاکیزه هم که باشین امروز دشمن های وجود دارد که شما را تهمت کنند، شما را هر گونه در هر گونه تهمت ها پایبندتان کنند. از این خاطر همین زن خاندار می تواند که گوید که مرده که من وجود ندارد، یا مرده که من بازار رفته است، یا مرده که من مثال فلان جا رفته است. اگر هدیه هاشه که باقی من میلش گیرد هدیه هاشه، هدیه های باقی ندارد. فقط از او، از سلام کردن با او، از قبول کردن او این زن حقوق ندارد. ولی بعضی ما و شما خیلی فکر میکنیم که اکنون بسیار کاری خوب میکنیم، بعد زنهامون چی میگد؟ خیلی مردک نیست خانش هست کو آخی، بیا نیست مردک بیا خانش هست. اینا را ما و شما باید که قبول نداشته باشیم، علل خصوص در همین جمعیت حاضره. اگر چنده که در این باب من با فتواهای دیگر هم داده میتوانم از حدیث های پیغمبر، لیکن این زمانه در فتوا داده نمیتونیم، زیرا اکثریت مردم افلاس شدگی هستند، اکثریت مردم خطرناک شدگی هستند. حالا که این برنامه های تلویزیونی پورنوگرافی را نگاه کردگی هستند، امروز چشم های اینها باور کنید همه ویران شدگی هست. خانت مهمانی میاریش با همراهی خود هم باشد میترسی از بعضیش که یا زن ما تماشا میکنه یا دختر ما تماشا میکنه. بسیار خطرناک است امروز. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، از شما احترام خواهش می نمایم که با این سوال من جواب دهید. من چندین بارها پدرم را غیبت کردم. امروز که پشیمان شدم میخواهم به درگاه خداوند توبه کنم، ولی از پدرم بخشش پرسیدن نمیتوانم. میترسم که خشم و غضب و نفرت پدرم نسبت به من زیاد گردد. آیا توبه کرده و به درگاه خدا از این اعمال زشت کافی هست؟ کافی هست. اگر امروز سر خداوند این عقل فراست داده باشد که این پدر توست و این غیبت کردن تو برای تو حرام است، نادرست است، امروز هم که خدا تو را بیدار کرده باشد خوش به حالت، همین روز هم به سوی خداوند توبه کن، خداوند توبه تو را میبخشد. پیش پدر از غیبت هاتم خبر ندی، فقط به سوی خدا توبه صادقانه کن و از این روز اعتبارا همون خدمت پدر تکن و دعاشا بگیر، انشاءالله خداوند تو را همه گناهات عفو میکند. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. حبیب خدا میگوید اگر خواهین ای جوانهایی که امروز صاحب فرزند هستین، اگر خواهین که فرزندهاتان فردا برای شما خدمتگار شوند، امروز پدر و مادر را در خدمت کن، فردا تو این نیکی را از فرزندهات میبینی.
دوم، فاسق کی را میگویند؟ با احترام یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه. فاسق یک آدم بد اخلاق، یک آدم بد کردار، یک آدمی که بسیار نادرست رفتارها میکند، زبان درشت دارد، این فاسق میگویند. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. داملای محترم، من 4.5 سال پیش در زندگی من واقعی روی داد. با من بسیار فشارها دادند. من در این فشار دیگر ندانستم چی گفتنم. ندانستم. من یکی از دهانم کلمه 3 طلاق برآمد. یک بچه شاگرد داملا واحد از قمسنگیر وای مسئله چی؟ ما در یک خانه مهمان شدیم. شاگرد همان داملا واحد در همان خانه درباره 3 طلاقه گپ زده گفت اگر که به ما استادمان گفت که اگر در قاضیات اجازت دهند نکاح درست می شود. داملا حاجی میرزا، همین راست است یا نه؟ به ما درستش را فهمانید. من 5-6 ماه پیش رفته در همان مدرسه از حال خودم نقل کردم. در آنجا ما را اجازت دادند. من نکاح کردم، اما من هیچ وقت خودم را نقد حس نمی کنم. پیش زنم نمی روم. نمیدانم چیکار کنم. داملا به من نقد فهمانید. این که خطا نویسنده است، اینا را من درست کردم. یه حرفایی را خوانده نمیشه. این برادر، شما در علم دنیا خیلی ذوق داشته باشین. علم دنیا را از خود کنیم. نویساندن خوب یاد گیریم، خواندن خوب یاد گیریم. همه فنها دا باید ما تیار باشیم. علم دنیا هم علم چی است؟ علم خدا هست. مادامی که مفتیات که فتوا داده باشد، اونا دستخط می نویسند، مهر می زنند، در اساس همون واقعه تو کرده، صحبت تو کرده، در همون اساس اونا فتوا می دهند. اگر فتوای به نکاح کردن داده باشد، تو می توانی نکاح کردن گیری و از دلت همه شک و شبهه را دور کن و زندگیت خوب گذراندن بگیر. زیرا این انسانی که تو را فتوا داده است، در همون فتوای دادگیش وای گناهگار است. زندگی تو برای تو حلال می گردد. داملای محترم، اگر علاجش باشد با سوال ما جواب گردانید. در وقت خدمت عسکری نمازهای وقتی را قضا کردم، با همین روشنی می انداختید. یعنی در حالت عسکری کدام شما اگر نماز قضا کرده باشید، می توانید که همون نمازهای قضاتون آمده، همون 2 سالی که اگر باشد، همون 2 سال نماز قضا گفته نیت کرده، همون 2 رکعت فرض است، 4 رکعت فرض است، چگونه ای که الحال میخوانیم هم تا خوانده رفتن گیریم. بین نماز عصر و شام نانشته کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر نماز عصر تا خواندگی باشد، بین عصر و شام طعام میخورین، آب میخورین، همه این جایز است. این سخنهایی که اگر ما و شما بین عصر و شام اگر طعام نخوری و اگر شراب یکی مابادا یگان شاکر میارن ننوش که مثال فرزندی تو را از آب بوغ هستند، اینا هیچ اصلی ندارن. خوردن بگیر شود. یک حالت شمین است که در پیش طعام است و وقتی نماز است، اول طعام بخور بعد نماز بخوان میگن. بین نماز سنت و فرض هر خیله گپ گفتن ممکن است یا نه؟ این ترک سنت می شود. اگر شما نماز سنت که خواندین، تا نماز فرض می توانین که با ذکر الله مشغول شوید، تسبیح گردانین. اینش بهتر، اینش به سنت قریب است. اگر مبادایی که یگان گپی بیهوده هم که گفتید، این سنت شما را بیکاره نمی کند. زیرا صاحب فتوای خلاصه هم میگوید که من برای باطل بودن سنت کسی که از پسش گپ زدگی باشد فتوا نمیدهم، زیرا یگان دلیل ندارم. لیکن بهترش صاحب فتوای خلاصه هم میگوید این است که تا ادا کردن فرض، بین سنت و فرض فقط تسبیح گوید، ذکر کنید، گپهای بیهوده در مشغول نشوید. جوابنامه برای مرده ضرور است یا نه؟ ضرور نیست. جوابنامه گفتگی چیز وجود ندارد. آیا در قبرها جوابنامه می نویساندن؟ امروزا شکر که همش گم شد، نابود شد. جوابنامه را کی میخواند؟ یک آدم جاهل شما بردین و گراندین. مثلا من می نویسم به عربی لا اله الا الله محمد، در عمرش کلمه عربی را دیدگی نیست و از کجا را خوانده میتونه؟
اگر در همون داخل اگر شما قرآن اگر آویزان کنید این آدم گناهکار باشد و در نزد خدا جزا میگیرد، این جوابنامه شما هیچ کاری نداره، جوابنامه ها نیست. اگرچه خدا رحمت کند صاحب صلات مسعودی سخن گفتگی از من خواندگی بدون، لیکن اینا دلیل ندارن. جوابنامه را انسان خودش جواب میگه. مثلا اون منکر و نکیر که از او پرسان کرد خدای تو کیست، پیغمبری تو کیست، دینی تو چیست، او خودش جواب میگه. این کاغذ را گرفته و خوانده نمیگیره، اصل ندارد. اینا بی نهایت باور کنین یک سخنهای پوچی به معنی هستند. موافق شریعت ختم خوجه برای مرده اجازت است یا نه؟ موافق شریعت ختم خوجه است، ختم دیگرش است، این نه به آیت است نه به حدیث. مگر که ما و شما مثال امروزا ختم میکنیم، این ختم خوجهش باز چند بار گفتم، باز میگم که همین خدا رحمتش کند، این محله ما و شما را همه این محله ما را میدوند. بابای ملا شریف استاد ما بود که همه شما میشناسینش، همون حضرت داملای بخارایی بود. همون اجازت نمیداد که ختم خوجه کنین. بگو بهترینش همین است که یک قرآن خوان آورین، یک بچه‌ای که قرآن گذرانیدگی باشد آورده یک سوره تبارک خواند، ثوابش به همون مرده بخشین. این بهترین صورتش است. برای همین باز گفتم که همون ببینید ختم خوجه میکنیم چند تا گناهگار میشین، در همون چهل گناهگار میشین. من چند بار در ختمای خوجه در دیگر محله ها اشتراک کردم، این محله ما در ختم خوجه نیست الحمدلله. رفتیم اشتراک کردیم، همون سنگایی که میگردونن اخیر ده همون را بوسه کده در دیده هاشون میمالن، گناهگار میشوی. فقط بوسه کردن سنگی که در خانه کعبه هست. حضرت عمر وقتی وی بوسه کرد چی گفت بسوی او قسم به خدا گفت ای سنگ، گفت من دیدم که محمد تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمیکردم، زیرا از تو هیچ فایده ای نیست، از تو هیچ منفعتی نیست، مگر که من محمد را دیدم صلی الله علیه و سلم را که تو را بوسه میکرد، از این خاطر پیرو پیغمبر شدم و تو را بوسه میدهم. این خاطر اینا را بوسه کردن جایز نیست. دیده ها مانده میمالیم با همون سنگایی که گویم از میکروب خالی نیستن، هم بود کردیم دستمون را در درون طبق میاندازیم. اگر در پیش ما طبق باشد، دسترخوان باشد، باور که تمام خیال ما به دسترخوان از پروای ختم نداریم. و همون ختمگرایی که میکنن شما اینا برای تجربه، من تحقیر نمیکنم، خواهم زمانا سوره علم نشرح را گذرونن، کنی همون علم نشرحی که 79 بار باید علم نشرح بخوان، باور که همون ملاش درست خواندن نمیتونه. یکان مسئله مثال تفریقی و یکان مسئله مثال فتنه انگیزه برداریم، خودتان برای یک امتحان پرسان کنید. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من از شما خواهش میکنم که شما با سوالهای من جوابی درست را دهید. یکم نماز بامداد کی قضا میشود؟ کی که افتا برآمد، افتا که کی که همین برآمدنش که شد الله که چی میشود؟ نماز بامداد قضا میشود. نماز بامداد تا برآمدن آفتاب درست میشود نمازش خوند نماز شد. در وقت نماز در 10 ساعت یا اینکه چله باشد نماز مکروه میشود. نه اگر چله نقرگی باشد یا ساعتهای مثل ساعتهای نمی ما و شما باشد باکی ندارد، لیکن اگر چله طلا باشد، ساعت طلا باشد، این حالت نماز تو مکروه می شود. بابای داملا حاجی میرزا، سوال آخران ایمان چنین است: همین نمازی که ما میخوانیم تیز خواندنش ثواب است یا اینکه آهسته خواندنش ثواب است؟ بسیار است یا نه؟ با احترام یکی از مخلصان شما انوشیروان، من برای نماز تیز خواندن در اول همین جمعه گفتم همون الله که خودش بسنده هست، تیز و آهسته‌ش از روی همون آیت خوند خلاصش برارین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، با سوال من جواب دهید. من یک پسر 20 ساله هستم، نمازخوان و قرآن خوان هستم. من یک دختری مسلمان را نغز میبینم و دل دادم. التماس جوابش را گردانید، در حق ما دعا دهید. برای همه عاشقان همین عشق لیلی و مجنون درس است خودش، همون عشق لیلی و مجنون خانه خودش درس است. عاشقی خودش جایز نیست در اسلام، عاشقی از اسلام نیست. شما فقط می توانید کدام دختری را که دوست می دارین
شما می توانید که رفته از او مثال یک تماشا کنین، چهره او حکایه میکنه که من یک دختر در عاشق شدم، یعنی دوست داشتم، میگه برای من اینقدر اجازت شد که فقط باید تو میتوانی که یک نظارت کنی، یک نگاه کنی. من از پس درخت میرفتم، میایستادم و راهگردی او را و چهره او را تماشا میکردم. صحابه پیغمبر این چنین میگویند. یک صحابه دیگر که ابو هریره روایت میکند، میگه پیش پیغمبر آمد، گفت من فلان دختر انصاری را میگیرم، یعنی از همون مردم مدینه را. پیغمبر خدا گفت رو با وی صحبت کن، زیرا که چشمهای دخترهای مدینه یک چیزی دارد که به تو معقول میشود یا نمیشود. یعنی شاید در چشمهای همون دخترهای مدینه یگان خالی بوده است یا یگان کمبودی وجود داشته است. پیغمبر خدا این جوان گفتن اول دیده و بعد چیکار کن؟ به نکاح درآ. برای همین شما می توانید که رفته او را، یعنی در جای خلوت و در شب دعوت نی، می توانید مثال به خانه‌اش روید، در حضور همون پدر و مادرش چهره‌اش ببینید، خب با او مصلحت کنین. این در اسلام برای شما رخصت میدهد. لیکن با او عشق ورزی کنی و با او دست درازی کنی و با او مثال در شهر سیل و سیاحت کنید، این در اسلام برای شما رخصت نمیدهد. زیرا اون دختر تو میگیری نمیگیری و شرمنده میکنی. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، با ما فهمانید که زن از آن قامت گفته نماز میخواند، تیشکی می نداریم. نه، زن نه نماز نه از آن دارد نه قامت دارد. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما میخواهیم که با همین سوال ما جواب گردانید. در خانه ما خاری بود که من او را کندم، مرا جنگ کردند. چی گفتنی دارید در این با؟ بسیار خوب کردید. اگر تمام دنیا ملامتتان کند، همون خارها را کنین پرتوید. اگر پدر و مادر از شما ناراضی هم که شود، همون خارها و نلهایی که نزد دروازه هاتان گذاشتید، این هم یکی از خرافات است، این هم یکی از شرکیات است. اونا را کنده پرتوید. پرتافتیش هم نه پرتاش، توانی آتشش بزن، باز ثواب میگیری، بسیار خوب میشود. زیرا اینا از شرکیاتن، اینا از خرافاتن. اینا دا باور نکنید هیچگاه. اینا از اسلام نیستن. السلام علیکم الله. این برادرش از ناحیه واسه بوده است. فیته‌های مگنیتوفونی که در آنها سرودهای سرایندگان ثبت شده است، در نظر دارم اودیو مگنیتوفون را، و همچنین فیته‌های ثبت شده کلام الله با تفسیرش، امر معروف، از جمله با صدای شما را میفروشم. کاری خوب میکنم یا بد؟ من برای همه شما برادرای عزیز تا امروز الحمدلله که از آیت قرآن بیرون نشدم، تا امروز از احادیث‌های صحیح پیغمبر خدا بیرون نشدم. باز میگویم خداوند در قرآن در سوره مؤمنون میگوید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند چی میگوید؟ به تحقیق نجات یافت کدام مؤمن، کدام مسلمان نجات یافت؟ همان مسلمان هایی که در نمازشان خاشع هستند، در نمازشان ترسننده هستند، نماز از برای الله میخوانند، نماز آهسته میخوانند، نماز با رکوع و با سجده های ملایم میخوانند. اینها گفت نجات یافتگی هستند. زیرا من دیروز در یک معرکه بودم، فرخار، اونجا ما را سوال کردن که همین نمازی که تیز خوانده می شود آیا در همین یگان وعید است، یگان خبری در قرآن آمده است؟ انا در زیر علمین تفسیر آیت قرآن مفسران میگویند که نماز باید که خاشعانه باشد، نماز باید که با ترس باشد، نماز باید آهسته باشد. زیرا من برای شما حدیث ابو سعید خدری را گفته بودم، خود صحبتی باید این صحابه پیغمبر است. وقتی از یک نفر پرسید، نگاه کرد که بسیار نماز تیز میخواند، رکوعهای تیز دارد، سجده های تیز دارد. حضرت ناراحت شدند صحابه پیغمبر، زیرا وی نماز پیغمبر را با چشم دیدگی بود. فریاد زد گفت کم تصلی هذه الصلاه. برادر عزیز گفت این نمازی که الحال خواندی چند سال شد خوانده ایستاده ای؟ منذ 40 سنه. گفت ای ابو سعید 40 سال شد که این گونه نماز تیز میخوانم. حضرت چی گفتند؟ مثل ما ترسیدن یا مثل ما رعایه کردن؟ نه، اونها رعایه نمی کردن، اونها نمی ترسیدن، اونها هم تا آشکارا می گفتن ای جوان،
ما صلیت منذ 40 سنه. گفتن قسم به الله، گفتن تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه و سلم. اگر تو با همین نمازت از دنیا میگذشتی حتی تی در دین محمدی نبودی. این سخن ابو سعید خدری است. در دوامش چی گفتن؟ خداوند باز کدام مؤمن ها نجات می‌یابد؟ والذین هم عن اللغو معرضون. آن مؤمن هایی که از شنیدن سخنهای لغو، سخنهای بیهوده پناه طلب کردن، اینها در نزد خدا نجات می‌یابند. اگر همون سراینده ای که سخنهای بی معنی دارد، شعرهای دارد که از تربیه بیرون است، اخلاقی جوانها را ویران میکند، این گونه سرودها را گوش کردن ما و شما سبب نجات ما و شما نیست. زیرا که این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. خداوند در قرآن میگوید یقین دانید چشمهاتان، گوشهاتان، دستهاتان، پایهای شما در روز قیامت از حیات شما نزد من اخبار میدهند. در کدام راه سر شدن اخبار میدهند. شما خودتون خلاصه شو برارید. دیروز ما در یک معرکه بودیم، بسیار یک صحبت عجیب شد و حتی یک برادر خیلی قیمتی ما عجایب یک سخنی گفتند در همون سرودهای بی‌معنیی که بعض سراینده ها می‌سرایند تماشا کنین. گفتن همون معرکه در فقط زنک میماند و کودک، دیگر هیچ کس نمیماند. موسیقیدای عاقل هیچ کس نمیبینی، آدمای اهل خیرت در اون معرکه نمیبینی. شما میره مشاهده کردید خودتان. در مغازه‌ای که سودا میکنم اینش از خاولین بوده است. چپته های بردناک و بی برد تشکیل کردند و میفروشم، یعنی اسپرینت. این کاری من به قمار وابستگی دارد یا نه؟ اگر گناهکار شده باشم چیکار کنم؟ اعوذ بالله. عزیز الله، این برادر عزیز الله نام داشته است. یعنی اسپرینت اینا را از روی نقطه نظر اسلام هر چیزی که برد و باخت داشته باشد وای به قمار آمیخته است، وای از حساب قمار حساب کرده می شود. یعنی به قمار البته به البته وابستگی دارد و خداوند در قرآن هم همه ما و شما را از خوردن عرق، از قماربازی، آیتی که من در باب عرق برای شما صحبت کرده بودم، از قماربازی، از عرق نوشی، از بت پرستی، از فالبینی که اینها را پروردگار در قرآن حرام گفت، پلید گفت و ما و شما را گفت اگر از اینها دوری جوید نجات میابید. اینم از همون جمله چی هست؟ جمله قمار هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای محترم، کودک میده را 4-5 ساله را گفتن بسم الله را و سوره را یاد دهی اوبال است. میگویند که اوبال است چون که به عقل هست، یا پسر یا دختر. نه، بلکه امروز الحمدلله 5 ساله بچه حافظ قرآن است، 5 ساله دختر امروز حافظ قرآن است. اینا را هر کدام شما، پیغمبر خدا چی گفتن؟ اولین کلمه که به زبان کودک باید رانده شود این چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله است. اینا باید امروز ما و شما به نهایت دور شدیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم فقط ملاها را غیبت میکنیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم غیبت همسایه ها را میکنیم. یک توده فرزند داری، 9-10 فرزند. تصور کن که تو 9 تا بلا به سر خود آوردگی هستی اگر از عهده اینها نبرایی، اگر اینها را تو تربیت کرده نتوانی. اینها را نزد دسترخوان که نشستین، فرزندهای چی دخترتان باشد چی بچه‌هاتان باشد نصیحتشان کنید. همین از رحمتی پدرم در آوان خوردیم از یاد کرده بودم. یعنی آن سوره های را که شما در خوردی از یاد میکنید وای در سر شما نقش میبندد، مثل نقشی در سنگ است، وای هیچگاه گم نمیشود. این سوره هایی که شما در سین و سال بلند الکی از یاد میکنید، این از یاد شما در او میرود. از این خاطر کودکان را در همون خوردی تعلیم دهید، به اسلام نزدیک کنید، با محمد صلی الله علیه و سلم شناس کنید. این ماه مولود است.
در لب دسترخوان که نشستی بچم، میدانی که همین ماه محمد تولد شدن صلی الله علیه و سلم است. محمد پدرش عبدالله نام داشت، مادرش آمینه نام داشت، فلان زن داشت، 6 تا فرزند داشت، فرزنداش اینا بود. آمدن محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا از این وظیفه ها عبارت بود. گفته اینا را به فرزندان تعلیم دهید. این اوبال نیست. ولی بعضی برادرها میگویند که اگر فرزندی خورد در پهلوی تو آمدن نماز خواند در خانه، اینم گناه هست. گفتگی اینم گناه نیست. برای چی پیغمبر خدا گفتن نمازهای سنت در خانه خوانید؟ برای چی گفتن نافله هاتون در خانه ها خوانید؟ یک حکمتش همین است که کودکی تو وقتی 2 ساله است، 3 ساله است، 4 ساله است، همون خم و راست شوی تو را وقتی که میبیند آمده در پهلوی تو چکار میکند؟ و هم عادت میکند و هم خم و راست میشود. از پدرش شاید که پرسد، شاید خدا در ذهن همون کودک در آورد و از پدرش پرسد پدر چرا تو خم میشوی؟ چرا تو سجده میکنی؟ پدر چی میگوید؟ آخی الله وجود دارد، ما بنده خدا هستیم، ما باید خدا را عبادت کنیم. به فرزندی من تو هم فردا کلام کی شدی ان همچنان خدا را عبادت کن. این وظیفه های هر یک پدر و مادر است. اما انسانی که همو را وظیفه دار میکند که رفته سخن بیار، یقین داند که سخنی او را پیش ما میارند. و این بیچاره دوزخی این فقط عملش همین است، سخن میبرد و سخن میارد. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید، چی میگوید؟ پیش از آن که سخن حضرت عبدالله ابن مسعود را من به گوش هر یک کدام شما برسانم، اول میخواهم عبدالله ابن مسعود را با شما شناس کنم. عبدالله ابن مسعود یکی از صحابگان، یکی از همنشینهای نزدیک پیغمبر خدا بودند و به نهایت عالم فقه بودند، مسئله می گفتند. مشهورترین صحابه های پیغمبر در باب مسئله گویی حضرت عبدالله ابن مسعود بود. میگوید قسم به خدا، حضرت عبدالله میگوید 70 و چند سوره، شاید 75 سوره باشد، شاید که 76 سوره باشد، من میگوید از زبان مبارک حبیب خدا تعلیم گرفتم، از یاد کردم. استاد من میگوید محمد صلی الله علیه و سلم بود، 70 و چند سوره را پیغمبر خدا بر من تعلیم داد، من از یاد کردم. قسم میخورد حضرت عبدالله که در قرآن چند سوره که وجود داشته باشد من میدانم که در کجا نازل شدند، در مدینه یا در مکه، در کدام وادی نازل شد و پیغمبر همه‌اش را از یاد میدانم. به چی سبب نازل شدند، سبب نزول آیات ها را هم میدانم. پیغمبر خدا گفتند اگر کسی میخواهد که قرآن بیاموزد نزد 4 صحابه من مراجعت کند. اول عبدالله ابن مسعود، دوم نزد حضرت حذیفه رود، سوم نزد حضرت ابی ابن کعب رود، چهارم نزد حضرت معاذ ابن جبل رود. این 4 صحابه من عالمترین صحابه های من هستند و قرآن را به نهایت درست و خوب میخوانند. این عبدالله ابن مسعود است. حضرت حذیفه میگوید وقتی ما از یمن آمدیم حضرت عبدالله را همراه مادرش در خانه پیغمبر دیدیم که دائما در خدمت پیغمبر خدا بودند، دائم خدمت رسول اکرم را میکردند. فکر میکردیم که عبدالله ابن مسعود از بسیار وابستگی هایی که با پیغمبر داشت جزئی از همون خاندان باشد. کردارهای عبدالله چی بود؟ یکم کفشهای حبیب خدا را پیش پیغمبر خدا میگذاشت.
یکم خدمتی که برای پیغمبر میکرد این بود که پای افضالهای پیغمبر وقتی وی اراده خیستن میکرد در پیش پیغمبر خدا میگذاشت. دوم میگوید هر جایی که رسول اکرم می نشست عبدالله میگوید من خودم را در پهلوی اون نزدیک میکردم تا که در من تکیه کند. دیگر عملی که من داشتم این بود که پیوسته آب طهارت پیغمبر خدا را من میگرفتم. این خدمت‌هایی بود که عبدالله ابن مسعود میکرد. با این قدر بزرگی وقتی میگوید یک حدیث پیغمبر که میخواند وجودش را لرزه میگرفت، وجود عبدالله را لرزه میگرفت وقتی که حدیث پیغمبر را روایت میکرد. صحابه میدیدیم وجودش در لرزه میآید، پیشانیش عرق میکند، از چشمهاش آب ریختن میگیرد، رگهای بدنش ورم میکند. برای چی این حالت برای چی در عبدالله رخ میداد؟ زیرا وی میدانست که پیغمبر خدا گفتند من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی اگر از امتان من از نام من یک حدیث را میگوید زمانی که من اون حدیث را نگفتگی هستم یقین داند که جای خود را در آتش دوزخ تیار کرده است. کدام شخصی که حدیثی را میگوید که این را پیغمبر گفته است در حالتی که پیغمبر نگفته است، رسول اکرم گفت باشیشگاه او نشستگاه او در آتش دوزخ تیار کرده شد. از این خاطر حضرت عبدالله می ترسیدند، عباره به عباره دانه به دانه حدیث پیغمبر خدا را روایت میکنند. امروز بعضی انسانها را میبینی بیچاره بوی حدیث در مشامش نرسیده است حدیث میگوید، میگوید پیغمبر خدا گفتند. از این سخن ما و شما سخت بترسیم، چگونه که عبدالله ابن مسعود ترسیدند. امروز فتوا در دست مردم عامی و جاهل نیست، فتوا باید که در دست صاحب خودش باشد، در دست عالم ها باشد. زیرا خدا در قرآن میگوید این مردم مراجعت میکند هر وقتایی که شما مسئله را که نفهمیدید از پیشواها و عالم های خود پرسید. همین عبدالله چی گفتند؟ من سره ان یلقى الله غدا مسلما فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حیث ینادى بهن. گفتند اگر کسی خرسند شود این که لقای پروردگارش را ببیند در حالتی که نام وی مسلمان است، یعنی کسی خواهد که روز قیامت خرسند شود و نام او مسلمان باشد و او انسان لقای پروردگار را، جمال پروردگار را در روز قیامت مشرف شود، باید چی وظیفه را اجرا کند؟ فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حیث ینادى بهن. 5 وقت نماز را در جای خواند که از اون مرکز صدای اذان میبراید. حیث ینادى بهن، جایی که ندای اذان برآمده می شود. حضرت عبدالله گفتند انا در همون جا 5 وقت نماز خودش را محافظت کند، یعنی با جماعت خواند. انا مکافات اون انسانی که خواهد روز قیامت خرسند باشد، خواهد که در روز قیامت عزتش بلند شود، خجالت نباشد، خواهد که لقای پروردگار را ببیند، خواهد که نام او همچون مسلمان در محشرگاه صدا دهد، باید که 5 وقت نماز را با جماعت خواند. در دوام حضرت عبدالله چی گفتند؟ فإن الله شرع لنبیکم سنن الهدى و انهن من سنن الهدى. زیرا اینکه پروردگار شما میگوید با پیغمبر شما راههای هدایت را آموخت. پیغمبر ما و شما راههای هدایت میدانید. راههای هدایت چی است؟
راه هدایت عکسش راه ضلالت است، یعنی راه گمراهی را از راه راست پیغمبر خدا می‌دانست. حضرت عبدالله میگوید خدای شما به حبیبش راههای هدایت آموخت، راههای نجات آموخت. و اینهن من سنن الهدی، این 5 وقت نمازی با جماعت میگوید حضرت عبدالله، این از راههای هدایت است، از راههای راست است. در دوام چی گفتند؟ ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف فی بیتی لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. سخن عبدالله ابن مسعود است. گفتند اگر یکی از شما مبادایی که نمازش در خانه خواند کما یصلی هذا المتخلف فی بیتی، چگونه که منافقان دوره پیغمبر خدا در خانه میخواندند. ترک جماعت منافق میگوید. کسانی که در دوره های پیغمبر خدا پشت گردانیده بودند از نماز با جماعت، اونها را در کتاب ها منافق میگویند. چی یک نام بده برای کسی که نماز با جماعت ترک میکند و در نزد خدا و پیغمبرش نامزدی منافقی را صاحب میشود. باور کنین امروز بعضی از جاهل ها، بعضی از پیشواهایی که بگیم صاحب سله و کله هستند، اونها جماعت من میکنند. امروز اونها جماعت جمعه و جماعت 5 وقته را هیچی نمیشمارند، پیشوا هستند. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید که بزرگی انسان من برای شما یک اندک شرط معرفی کردم. میگوید اگر کدام از شما نماز 5 وقته را در خانه خواند چگونه ای که آن کسانی که در دوره های پیغمبری خدا از جماعت پشت گردانیدند در خانه میخواندند لترکتم سنت نبیکم، یقین دارند که سنت پیغمبرشان را ترک کردند، سنت پیغمبرشان را ترک کردند. در دوام عبدالله گفتند ولو ترکتم سنت نبیکم، اگر مبادا شما سنت پیغمبرتان را ترک کردین لزللتم، شما گمراه میشوید. شما این راه هدایت میگذارین، در راه گمراهی میروین وقتی اگر شما در خانه نماز خوانید. امروز الحمدلله چرا شما هدایت یافتین؟ چرا امروز شما عاشقی مسجد شدین؟ چرا شما امروز عاشق عالم ها شدین؟ چرا شما امروز عاشق اسلام شدین؟ برای که شما راه هدایت یافتین، برای که شما نماز 5 وقته با جماعت دارین. از این خاطر شما خدا را هدایت کرد، شما را خداوند با این سبب هدایت کرد. اگر شما دشمن مسجد می شدید، اگر شما دشمن جماعت می شدید، امروز شما در بین این جماعت اشتراک نداشتید، شما گمراه می شوید. گفت ولقد رأیتنا، عبدالله دوام میدهد سخنش را، ما یتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. در آخری صحبتش حضرت خطاب کردند ولقد رأیتنا ما یتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وقتی گو حبیبی خدا از دنیا گذشت، عبدالله میگوید من حیات بودم، آن کسانی میگوید این جماعت را ترک کردند که به خدا قسم منافقیشان آشکارا بود. آن کسانی نماز جماعت ترک کردند که منافق بودنشان آشکار بود. یعنی در دوره های رسول الله اونها منافق بودند، بعد حبیب خدا که نماز جماعت ترک کردند باز منافقیشان نمودار شد، ظاهر شد. این سخن حضرت عبدالله ابن مسعود، عالم ترین صحابه های پیغمبری خدا در علم فقه بودند، در علم قرآن بودند، شاگرد حبیب خدا بود. سخن او هست.
به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، که در آینه زاهد و 6 روزی دیگر فاسد. خدا رحمت کند، شاعر میگوید آیا همین مسلمانی است؟ آیا همین پیروی امت پیغمبر است که تو در یک روز، در یک هفته یک روز ای را برای جمعه انتخاب کردی و که در آینه زاهد و 6 روز دیگر فاسق، در 6 روز دیگر نامزدی فاسقی را گرفتی، در 6 روز دیگر پیروی فاسقا شدی و در یک روزش پیروی حبیبت شدی، پیروی حبیب خدا شدی. پیغمبر خدا میگوید من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزولا كلما غدا او راح. کدام از بندگان خدا به ما و شما مراجعت دارد؟ پیغمبر خدا کدام از شما سحر از خواب میخیزد، سحر از خواب میخیزد، وقتی چشمهاش کشاده میشود و کرپه بالای بدنش بیراه میکند، باید که چی کار کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم گوید، گوید که الحمدلله ای پروردگار، ای خالق من، بعد مردن باز مرا حیاتی دوباره دادی. خواب علمای ما و شما میگن این مرگ صغراست، این مرگ خرد است، زیرا در سوره انعام اگر شما آیت 60 نظارت کنید، خداوند میگد هو الذی یتوفاکم باللیل، پروردگار شما شب روح شما را قبض میکند، شما را خواب میبرد. این خواب خودش یک نشانه مرگ است. خدا میگوید در سوره انعام. از این خاطر حبیبی خدا را دعاش گوش کنید. پیغمبر ما و شما چی دعا میکرد؟ الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا. هزارها شکر به سوی تو ای ذاتی که احیانا زنده گردانیدی مرا، بعد ما اماتنا، بعد آن که ما را میراندی، بعد آن که مرا شب خواب برد، سحر با قدرت تو که من بیدار شدم، شکر به سوی تو که مرا حیاتی دوباره دادی. اگر مبادای چشمهات کشاده نشود، اگر مبادای که همون خواب قطیتر ابدی خواب برد، اینم از قدرت خداوند خالی نیست. میگه حبیب خدا وقتی که بیدار شدین شکرانه حیات کنین، شکرانه این تن سالم کنین و از جای خود خیز. نگاه کن به سوی ساعت، نگاه کن ساعت چند شد؟ ساعت نگاه میکنی که 5 شد، 4 شد. باید من خیزم از جای، از جایگاه خواب خیزم، زیرا این جایگاه دیگر برای من حرام است. باید که من از پی طهارت شوم، باید که من راه مسجد پیش گیرم. حبیب خدا میگوید کدام شخصی که سحر خیز این عملهای نیک انجام داد، بعد از آن طهارت کرد، تا بیگاه تا خفتن، اگر 5 وقت نماز با جماعت خواند، بین پروردگار چی میگوید؟ میگوید هر بار که او به مسجد می آید برای نماز با جماعت، ما برای او نزول گفته ضیافت میگن، ما برای این بنده مسجد می آمدگی، ما برای این بنده که نماز با جماعت می خواند، در جنت در خیمه های برای او دسترخوان می پرتاییم. فقط مرگ مانع می شود و الا وی در وارد جنت می شود، نزد این دسترخوان ما حاضر می شود. جنتی که از همه نوش و نعمتها بالای دسترخوان دارد. برای کی آماده شد؟ برای کسی که به مسجد برای نماز با جماعت می آید. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید من تطهر فی بیته
ثم مشى الى بیت من بیوت الله لیقضی فریضة من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطیئه والاخرى ترفع الدرجه. این حبیب خدا را حدیثای مبارک شد. کدام بنده در خانه در بهترین صورت طهارت میکند، طهارتی سراسیمه نیست، طهارتی میکند با آب گرم طهارت میکند و در هر یک آبی میتواندگیش بسم الله الرحمن الرحیم میگوید، الله میگوید، سبحان الله میگوید، الحمدلله میگوید، همه اعضاهای خودش را پاکیزه میکند. بعد از آن چیکار میکند؟ بعد از آن قدم زنان به سوی مسجد می آید. برای چی؟ لیقضی فریضة من فرائض الله، برای آنی که نماز با جماعت خوانده شود. برای نماز با جماعت می آید، برای وقت گذرانی نیست. برای که در خانه غمگین شدم تا جای مثال برای دلم روشن شدن، یا برای یک رفیقم چک کردن نیست، یا برای سخنهای مسجد گرفته و در پیش دیگر شخصا برده رسانیدن نیست، بلکه فقط از برای خدا، فقط از برای نماز با جماعت می آید. امروز سخنهای مسجد ما را هر جا می برند. من میگویم آن کسی که وی سخنچین است، آن کسی که وی سخنبر است، وی بنهایت خوب می شود سوره همزه را تماشا کند. مخصوص سخنچین است. ویل لکل همزة لمزه، برای سخنچین، برای عیبجو خدا ویل وعده کرد. انا همون دهشت، همون وادی که از اون وادی دوزخ میترسد، وی برای آدم سخنچین است، برای آدم عیبجو است، برای آدم سخنبر است. لا یدخل الجنة نمام، پیغمبر میگوید ای بدبختی سخنچین، تو وارد جنت نمیشه. میگه لا یدخل الجنة، تو اصلا جنت برای تو حرام است. شخصی که سخن میچیند، شخصی که سخن میبرد. رسول اکرم میگه شرار عباد الله المشاؤون بالنمیمه المفسدون بین الاحبه. رسول اکرم میگه بدترین بندگان خدا در روی زمین آن کسانی هستند که سخنبر هستند، مشاؤون بالنمیمه، سخن میبرند. در دوامش چی گفت؟ المفسدون بین الاحبه، بین دو نفر چیکار میکند؟ فساد میکند، دوستی دو نفر میبرد. این بدبختترین بنده روی خداست. مکافاتش همین است، لا یدخل الجنه، وارد جنت نمیشود. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. اما انسانی که همو را وظیفه‌دار میکند که رفته سخن بیار، یقین داند که سخنی او را پیش ما میارند. و این بیچاره دوزخی، این فقط عملش همین است، سخن میبرد و سخن میارد. سعدی میگوید هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو آورد. اگر شما مردک اسلامی باشین، در روی بچه پات زنین، گوین گم شو از اینجا که این سخن تو، این کردار تو کردار اسلامی نیست، تا که وی از این کردار بدبختانه خود باز بیستد، تا که وی بیچاره جنتی شود نه دوزخی. اتدرون ما العزه، پیغمبر خدا میگه میدونید گزیدن چیست؟ گزیدن چیست؟ گفتن الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر میداند گزیدن چیست. رسول اکرم گفتند نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسد بینهم، سخن یک جای دیگر را به یک جای دیگر بردن تا که در بین این دو گروه، در بین این دو شخص جنجال برپا کردن. رسول اکرم گزیدن گفتند. بین یک دیگر را نگزیم، بین خبر یک دیگر را در هر جا برده پریشان نکنی.